داشتم من. چون من یه دونه ویدیو دیدم عشق ابدی مسخره کردن همین اکیپ مانی کی بود؟ اوه 1,100,000 نفر دیدنش. دمشون گرم. نگاه کنیم ببینیم چجوری ها پایه یا نه. خواهش میکنم پایه باشی. بیا دم هر جا بلدی یخ زدم عشق ابدی دلو دادم به توی کردان میدم این دلو حتی به یه گردان. باری کرده قشنگ بود. یه بار دیگه دلو دادم به توی کردان میدم این دلو حتی به یه گردان. چند شدیم واسه چی تو های بیشتر کنایت اکس بی بی دل پاجیره هنو مونده آدم های حولتر همش پارتنر عوض میشه مرتب. زده بالا بیا بریم لب آب مرقه سفت واسه من کشنده است عشای داما آب بسته بریم یه ذره صداشون نامفهومه نمیدونم چرا. حالا این فرصت شد. خیلی خوش اومدید به برنامه نفرت موقت. اوه اینجا رو نگاه کن. اینو یه وسطیه نوک سینه زده بیرون آبیه. خیلی کلینه واقعا جدی میگم. خیلی خوش اومدید به این برنامه. امیدوارم که برنامه بسیار خوبی رو داشته باشیم و هم لذت ببریم و ببینیم عشق به کدوم نفرت میرسه. واقعا دعوت میکنم از شرکت کننده اولمون علی آقا. داره میشیزه آخ مامانی بازم دلم میپیچه تو شکمم صدای بکنم عده علی رو در میاره. ویلیچه بزرگ شدم پوشک و دوست ندارم ای وای مامان فکر میکنم چیش دارم حال دو علی هم 30 ساله از کرج اومدم اینجا. علی چی؟ دو علی هم 30 ساله از کرج اومدم اینجا 20 ساله بورس میرم 10 سال شنا 1 سالم دراز نشست. زنگ میزنم مامان بزرگم هم بپرس. دارم دیدت میشم. علی آقا خودتو معرفی کن. خوب بود. بگو واسه چی اینجایی؟ من علی هم از کرج اومدم 30 سالمه. زنگ میزنیم مامان. زنگ میزنیم به مامانه. اومدی که کیو انتخاب کنی اینجا؟ اومدم 405 هم دم در پارک پناشو زدم دنبال لاکشم. ماتیک بوده 405 دم در پارک پناشو زدم دنبال ماتیکشم. ماتیک کرجی مگه 405 دم در پارک پناشو زدم دنبال ماتیک کرجیشم. اینو که فعل بداهه نمیگن. فکر کنم درست میکنن متنش مثلا اجرا میکنن دیدن. وای این پسره هست میگه هیو زاده خیلی زشته. کرج خداوند واسه این که من رو در مدار عشق و آگاهی مطلق چه خوب ادیت میزنه. کی ادیت میزنه اینو؟ باحال ادیت میزنه. برکت و نعمت و ثروت البته کاری هم نداره. تو نگاه الهی و روزی بی حساب قرار دادی سپاسگزارم. اکنون تا ابدالآباد. سلام ماهراخم 87 از کرج عاشق طبیعت آجی این سینه هاشون چجوری درست کردن؟ خیلی خوب درست کردن. انرژی و یوگا و اینام واقعا کلمانیا امیر جان انتخاب تو بین این بچه خوشگلا کدومه؟
حسین هستم 40 ساله سرد و خشن دنبال برده. بیا تو قانون. آه این خیلی داغونه. بچخ. آفرین. توش نیستم. برو توش. نخ. I don't cook, I don't clean. Yes, I do the cleaning. من سفدا هستم 33 سالمه و دنبال یه ددی خشن و سرسخت هستم. در سیناش یکی در میونه. چه باید یکم بادی بیلدینگ کار کنم. میلا جان از تو خوشم نمیاد برو بقیه. شاه اینجا انتخاب تو چی عزیزم؟ یا دلم گرفت ازت رسلاتی نبود واسه ما اسم گنده ها واسه مون دایی نبود مدلم تکبری بود هر شب با یکی بابا تو سی نمیشی اول بترکی. سلام خوب رقصیده. بابا تو سی نمیشی اول بترکی. سلام شاهینم 22 ساله. حاجی این 3 نفر این گروه خیلی با استعدادن خدایی. از مشهد به جمله مشهدی هم یاد گرفتم جدیدن گرگه کون. چی؟ من چون از نتنز اومدم تناز انتخاب میکنم. پس بیاید به هم دیگه ملحق شید. اذیتم میکنی دیگه شاهین. شاهین تناز چه قشنگ چشمات تناز که میخنده لب صد دل عاشق. حاجی چقدر بد مردا رو عشق میکنه. وا این LGBT چیه؟ جزو LGBT ها میشن دیگه. ریش میذارن بعد هم مردن ریش دارن آرایش میکنن حالت زنون. بابا داداش جنسیت تو مشخص کن. ما به تو بگیم خواهر داداش چی بگیم که ناراحت نشی. تو ایران هم داره زیاد میشه. کاری که اون برمی کنم محمد بکنیم دیگه. شاهین عاشق تو هیچ کسی پیدا نمیشه. یو تنازم 16 خونمون فرار کردم از شاهین شهر میام اومدم دنبال شاهین زندگی. شاهین خب میلا جان به ته بار رسیدیم. کفگیرت به ته بار خورده. هیچ کدومش این تایپ من نیستن. جدا؟ من سیاوشو برمی‌دارم. آقا این تایپ من نیستن. جدا؟ من سیاوشو برمی‌دارم. حاجی این چقدر شبیه سیاوشه. دهنتون رو سرویس اینو از کجا آوردید شما؟ آقا چه سلام میلاد هستم 25 ساله از تهران آموزگار زبان هستم و مدرس پژمان. سلام سیاوش. حاجی این ادیتورش چه حوصله‌ای داره. خیلی ادیت کرده. هستم 25 سالمه. دوربین برنامه‌ام اومدم که نفرت بقیه رو تماشا کنم. حالا که اینجوری شد من عاشق اینم. منم میخوام حضور غیابای زندگیمو با تو انجام بدم. غیبت کنم. ماماسیتا. امیدوارم ادامه برنامه حداقل قشنگتر از این باشه. تشریف ببرید ادامه برنامه. خدا وکیلی سامسابری اینجا داره میگه که آقا اینجا جای من نیست. با اینکه میدونیم این برنامه مسخره بازیه ولی بازم جای من. قیافه رو نگاه کن. دهنت تو سیر. برای شیرم برای پلنگشم پلنگی میپوشم
39 ساله از تهران. آنابل ترسک نبود فقط یکم تنها بود. آنابل میخندید توی دلش غمها بود. آنابل خط مینداخت رو صورتش از چیزی دم نمیزد. همه رو میترسون از عشق شب نمیزد. سلام زهرام 23 از یادتونه یه زمان این آهنگ مد بود؟ چسنالا دیگه بارا واسه همیشه که قیدتو زنم. هرچه آدم صدا تو کلوفتر میکردی غمناکتر بود. برو دیگه نمیخوام اینجا ببینمت. از کاشون اومدم و اومدم دنبال غیبت هستم و میخوام که شوهر کنم. امیدوارم که غیبت آقا علی جان چند سالته؟ 29. بهت نمیخوره؟ علی برام چرا؟ بهتون نمیخوره. علی برام میخوره. شیت خیلی به این کردن عشق با اینا 68 میشه قلبم فرست. هوا گرم آجا از وی پی چی؟ آهو ناله میکنه قلبم فرست. هوا گرم آیا از وی پی ان های بی‌کیفیت خود خسته شده اید؟ آیا نیازمند وی پی انی هستید که بدون دغدغه و با اطمینان کامل در هر ساعت شبانه روز با آن متصل شوید؟ لیزارد وی پی ان اونقدی پول داشته که به ما پول بده اسپانسر این ویدیو بشه. پس حتما سرورش هم خوبه، برید آیدیش اینطور. هوا گرمه تو قبرت بازه لمندی به کردان میرم پاش میابده به یه گردان. بدون اینو به همه میگم خر میشم با شنگولی بره تو اینجا دابستون ویلا یرونه با ژیلا همه چی عاشقونه. آقا شیف نکنید آقا تمام نکنید. گردان میدم این دل و حدسا من به یه گردان چند شدیم واسه چیزهای بیشتر کنایت اکس بی بی آدمای خمالتر همش پارتنر همش میشه مایتم زده خدا دیرونه خونه است. باز این برنامه سالمتر از عشق ابدیه. حاجی اون چقدر شبیه سیاوش بود. وای داری چیکار میکنی علی؟ دیوونه بازیه چی بخیر. حاجی الله عرق سوز شدیم بریم بالا. شاهی بیا پایین بابا. بیا پایین بابا. بیا پایین بابا. 45 تا میخوردم. یه سال اینجایی یه ماه قشنگ خود سیاوش این دهن تو سرویس اینو از کجا آوردید شما؟ زیر قسم چی میگی؟ من میرم تو هتل زیر قسم. ضعیف. آخ ضعیف. چی شد نگو. یکی بره بالا معامله نمیتونم برم بالا معامله. برو ببر بالا معامله. برو بالا معامله. من بابام مامانمو ول کردم مامانم بابامو کرد. نمیدونم منو ول کردن تو 13 سالگی تو ترکیه دارم میدم. نمیخوام چیکار کنم. میگه مادر تنها میگه راست میگه. یعنی شاهی میگه این نقشش چیه؟ دهنزوری ساعت نشسته اونجا داره در دیوار نگاه میکنه. این کیه الان مثلا؟ اسنپ کود با بچه غذا اومد بیاید. پسر جدید
Let's go boy. boy. شاهین این مونیسو گیل داره ما رو ما میکنی با این اسنبیار دوزی ما دو تا هیچی نداشتیم گفتیم یا میخوام اشکون شد کام اینجا چی کام میکنه؟ بای من انتخاب کنیم با هم بخوامیم؟ با هم نه لحجه دوست ندارم لحجه دوست ندارم من دوست دارم لحجه دوست ندارم لحجه دوست ندارم من دوست دارم لحجه دوست ندارم ما انتخابم نمیدونم ببین فرشاد من با هر کی که دلم بخواد میتونم باشم ولی تو باید پایبند به من باشی. ببین من رو هر کی از این پسر دست بذارم فوری میگن نگار فوراً میگن نگارا یعنی نه تهدید نه تردید تشکر نگار جان قافی هم نداشتم ولی چون نگارم اوکیه نه ما اصلا آمدم تو گفتم که ما هم انتخابم نگاره. اصلا شما خودت بگو ما همینجوری کشیدیم تو وقت نشد خودتو معرفی کنیم. من فرشادم فیتنس. وای من الان فهمیدم داره عده کیو در میاره. باری کلاش شد کنم دهنت سرویس خوب در میاره. بادی بیلدینگ فیزیک. از کجا؟ بچه حاجی خیلی وقت گذاشته واسه ادیتشو. منم گیر دادم به ادیت سرویس کردم. نه پوش کیه؟ شما چرا عوض شدی؟ آپدیت دادم تغییر کردم. با که بدنت خوبه؟ تازه ما ریختم اصلا قبل. سلام ترانم وای شرم سن کاغذ کشی بالا بودی پایین بودی جفتش بچ ببین آقا فرشاد ما گفتم سلام بابا سیگی من گفتم اول آخر انتخابم نگاره. عزیزم ببین اونی که تو میخواد بره شاده این لخت غمگین منه سیکتین شاهین وای شاهین تو چقدر دافی ها من حواسم نبود تو این انتخاب کنم. میتونی بیا بگیرش یا بگیرم ماری گرفتن نیستی هر که من بخوام تو مشتمه. میخوای مگه؟ چیز شد یه اتفاقی افتاد شاهین الان اینجا عین گوشه لپنه چیز شد چیش باد کرد کجا؟ یه بالایی میده من نفهمیدم چرا پس واکنش نشون دادم؟ لپنه چیز شد چیش باد کرد کجا؟ یه بالایی میده من نفهمیدم. شاهین بابا دهن سرویسه چقدر خوب در میارم. طرز راه رفتنشو نگاه کن. شاهین بابا شاهین شو دیگه گاهیدی ما رو بگیره نگاه جان تو زیدون نگاه تو به هر کی دوست عزیزم پارتنر خیلی بشه صدا بامشاد میدی خوبی شما؟ جذبی نظر بچه چیه؟ والا تالی هم کسکل اینجا نهیده بودم. اینم از داستان شبه جزیره نفرت موقت. من 5 سال کشتی دارم. عرضم به حضورتون که به نظرتون نتیجه‌ای که ما میتونیم از این نفرت موقت بگیریم چیه؟ نتیجه میگیریم که شاشیدم سردر عشق ابدی.